به نوشته پایگاه خبری ویداماستی در توضیحنامه لایحه وکیلان حزب سپراویدلیوی روسیه گفته می شود فعلا مهاجران مهنتی در روسیه با پتن کار می کنند که برای 12 ماه داده و بعدا هر سال دراز کرده می شود. نرخ آن در منطقه های مختلف روسیه از 2724 تا 10929 روبل را تشکیل می دهد. در عین زمان به باور این وکیلان نظارت از بالای مکانیزم دادن پتن و رعایت شرطهای گرفتن آن در مجموع از شغل غیر رسمی مهاجران پیشگیری نمی کند. بنابراین وکیلان سپراویدلیوی روسیه پیشنهاد دارند که پتن از بین برده و به جاش یک قاعده عمومی جاری کرده شود که طبق آن کارفرمایان حق دارند تنها با اجازت دخلدار مهاجران را به کار جلب کنند. در نوبت خود به استثنای شرکت کنندگان برنامه پریسیلینیا مهاجران دیگر تنها در صورت داشتن اجازتنامه حق کار خواهند داشت. به این وسیله از همه مهاجران کاری خارجی طلب کرده خواهد شد که به مثل شهروندان روسیه مبلغ پره انداز درآمد انفرادی را پرداخت کنند که از مبلغ پتن هم بیشتر خواهد بود. یعنی از نگاه وکیلان حالا مهاجران به فرق از شهروندان روسیه درآمد بیشتر دارند اما اندازی کمتر میسپارند و باید از بعضی امتیازهای بی اساس انداز که حالا وجود دارند فوراً محروم گردند. محمد جان صابیروف حامی حقوق مهاجران میگوید از بین بردن نظام پتنتی به هیچ وجه به فایده شهروندان خارجی نخواهد بود. وقتی که پتنت از بین میبرند در جای اون трудовой договор می شود و شهروندان ما باید قانونی کار کنند با трудовой договор. وقتی که با трудовой договор کار کردن 13% یعنی از معاششون میگیرن. این یعنی اگر که شهروند در ساختمان بعضی ها هستن که از 80,000 زیاد معاش میگیرن، یعنی که 80,000 که معاش بگیرن زیاده از 10,000 هر ماه از معاش اونا گرفته می شود. حالا آنکه پتنت در شهر مسکو 6,600 است. برای همین این برای مهاجرای ما فایده ندارد و تا جایی که من خودم در دادگاه یعنی در سودا اشتراک میکنم در حالت بدن پتنت وقتی که یعنی رجیستراسیا هم که بود شد در اساس پتنت می شود که ودورین اتمیت کنه وقتی که این پتنت که از بین بردن این یعنی چیزا از بین می رود. باید گفت در طرح لایحه قانون همچنین پیش بینی شده است که همه مهاجران هنگام گرفتن اجازتنامه کار باید حتما از انگشت سپارم و عکس برداری شوند. این در حالی است که روز 10 نوامبر مقامات ولایت تولا اعلان کردند که مهاجران را با پتن دیگر در ساحه سودا و مسافرکشانی به کار نمیگیرند. 2 روز پیشتر از این والی ولایت چلیابینسک محدودیت جلب مهاجران به تاکسیرانی و مسافرکشانی در نقلیات جمعیتی را تا 1 سال دیگر دراز کرد. چون این قرار چند سال اخیر در ولایت‌های کالوگا و تیومن و منطقه خودمختار خانت-مانسیسک عمل می‌کند. ضمناً ماه گذشته سرگئی میرانوف رهبر حزب سپراویدلیوی روسیه پیشنهاد نمود که فعالیت مهاجران در تاکسی و مکتب و داروخانه و بیمارستان‌ها در روسیه منع کرده شود. با باور این وکیل با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. در این زمان در سال آینده نرخ پتن در بعضی از گوشه‌های روسیه بلند برده می شود. از جمله در مسکو و ولایت مسکو ارزش پتن در سال 2024 7,500 روبل خواهد بود. در سنت پترزبورگ 4,600 روبل و در ولایت پرم 5,200 روبل را تشکیل خواهد داد. یادآور می‌شویم که طبق طلبات نو از 7 ژانویه سال 2024 مهاجران بعد گرفتن پتن در مدت 2 ماه باید شعبه کارهای داخلی را درباره فعالیت مهنتیشان خبردار کنند. در صورت غیر پتنتشان بیکار کرده می شود.